سلام گیمینگ خوش اومدی به ویدیوی دیگه. قرار وان بلاک اینجا بازی کنیم. من زود بازی شروع کردم بچه‌ها. خب بچه‌ها این وان بلاک فکر کنم بهترین وان بلاک باشه با نونو که داد. بچه‌ها من قبلش قبلش یه مود دیگه داد کردم سیو نمی‌کرد. خب ولی این توی یه مود خوبه. من 50,000 تومان فهمش پول دادم اون رایگان. خب الان این جارو بسازیم چی شد؟ خب بچه وینا لالولا لالالالالا آمیرا لالولا لالالالالا لا. خب بچه بسازیم و بسازم چه جایی من بسازم بچه من یه توضیح کوتاه در مورد اون ویدیو میدم، یعنی اتاق مخفی. خب نگاه داستان ازش اینه که من مریض شدم فردا. خب بعد یه هفته خوب شدم. بعد اون یه هفته هم بیزردم از یوتیوب اصلا یادم رفته چنل زدم و دکتر پارت گذاشتم و بچه ها رو من ببخشید. بعد یه لحظه گفتم من که عکس جی تی گذاشتم این گوش زدم روش دیدم آره یعنی ببین عصبانی شدم. همین دیروز فهمیدم گفتم ویدیو و بچه قرار کل پارتا من براتون بذاریم به موقعش میذاریم. فعلا درگیر وان بلاک و اینه بساز. بچه کلا مپ اونو گم کردم، یعنی اگه مپش پیدا کنم خوش شانسم. زنگ بزن آمبولانس نمدنسنست. یا چه لطفا یه توضیح داداش. من خودم یه چوسه جا خوکه بیشرف اما پرداز میکنم پایین ها. عوضی واقعا عوضی. بابا من خوکم میخواستم ولی خوکم به دردم نمیخور. ولی این قاچاجی شیرشو بگیرم به خوبه. شیرش نمیشه بگیرم نمیدونم حالا قارچاش بکشمش قارچاش بگیر. حاجی عالی میریم جلو. بابا وای این نیافته بسازیم 14 تا بلاک خاک داریم که به درد سعیم میخوره. اگه همین بلاک خاک نداشتم من بدبخت شدم. اینقدر جانم نمیتونست بسازم. آقا زود قضاوت نکنید. من رفته بودم یه بسته که اینجا خریده بودم 2 تا شبیه هم بود. خب بعد من تو که حرف میزنم بازی هم بکنم. بعد نگاه 2 تا شبیه هم اولی باز کردم که ادوانس هم که داشتم. گفتم شاید دومیش به درد نخوره. گفتم شاید بدمش به یک همینطوری الکی و بازش کردم رونالدینیو مثلا در اومد. باجی چه خوشحال شدم بچه ها. یعنی یه دادی زدم اصلا برگام ریخ. این چی میتونیم بسازیم؟ 12 تا از اینا 4 تا من همه رو از اینا میسازم. من فقط این چیزا رو من بخرم اول میتونم باش چیز میسازم. حالا بذار اول از اینا درست کنم. نفهم نردمون تو این بازی فکر نکنم منطق داشته باشه ولی لیرم میخوام. لیر بچه ریلم میسازم. آجی میکروفونم افتاد زمین ببخشید. وایس آمیرا لالولا لالالالالا آمیرا لالولا لالالالالا. حاجی چوب الان خیلی میخوام. نگاه نرسیدم لیول بعدی همش داره زیر خاک میده. با خاک نمیشه چیزی بسازی؟ مثلا شمشیر خاکی. ای خدا ببین با خاکی چی میسازی؟ همینجوری زمین یا بسازی فوقش بیرون بلا یا یه خونه خاکی. آره خونه خاکی همش خوبه.
بچه فکر کنم برسیم لول 3 و 4 فکر کنم زامبی و کلیپر رو اینا بیاد. خب پس من باید فنس اینا رو یک جایی بذارم دور، یا ممکنه از این حیوان ندرا بیاد اونا بیاد و آتیش پرت میکنه بیفته پایین. آقا هیچی نمیشه. من باید شمشیر آهنی تا وای نه کدوم خری منو انداخت. اشکال نداره ریدیم. وای حاجی جارو وای طمع کردم حاجی. باید صندوقچه رو میذاشم رو زمین. ببین صندوقچه رو من از اینکه در بیارم این بار میذارم اونجا، چیزا مونه من میذارم توش. آقا من یه بار یه وان بلاک بازی کردم. خب یه دفعه میدیدم میپرید رو هوا پرواز میکرد اصلا. بعد من به اون بگو چقدر پول دارم، 200,000 تومن. یعنی 2-3 ماه پیش بود، نه 5-6. آره زمان مدرسه بود و اینا. آره مدارس بود که مدارس خیلی سرم داره باز شروع میشه. وای حاجی مدارس چرا داره شروع میشه حاجی؟ من مدارس شروع شد بدبخت‌ترین فرد جهان میشه. تلف شد دیگه اون بچه اول تا آخرش باید میرفتیم دیگه. منصفانه نیست آقا. 9 ماه درس 9 ماه تعطیلی. آقا یه اصلا منصفانه نیست. بچه ها 3 ماه تعطیلی میکشه اما 3 ماه هم یه جوری میذاره اصلا عجیبه. هر روز با 5 دقیقه میذاره تو تابستون. بعد توی پاییز اول پاییز تو اوایل فروردین ببین یعنی هر روز بودن یه سال میگذره. مرگ و زندگی حاجی. اصلا من مدرسه یه چیزش خوبه روز اولش، یه روز اولش خوبه با روز آخرش حاجی. دیگه هیچ روزی شده نخوبه. با اون روز بدون کیف بچه شما داریم به من بگید لطفا. بچه گفتم بهتون توی یه ویدیو، توی ویدیو آره پارت دوم همین اتاق منفی که قرار بذارم براتون حاجی. اینو چیه من بسازم نسازم؟ احتمال این سال میسازیم دیگه. دونه کدو خیلی نیاز داریم فکر کنم. آره یه دونه کدو حاجی. دونه کدو بکنیم حاجی. هویج نمیده به بازی از چیزی وای نمیده به ماش. صندوق بدبخت شدم. بچه ها نگاه ببایی بهم بده قیچیه ماش. نمیدونم چجوری سازم. یه خوکیشو از اینو میترسه. یه بار زد گوزو. خب بگذاریم از فوش های بد بگذاریم. خب در الان هیچ نیازی ندارم. اگه خونه بسازم شاید درشم بذاریم دیگه. هیچ ویدیو فرمون من داره شارژش تموم میشه خاموش روشن میشه. خب بتدیم بسازیم و بسازیم. ساخت و ساز خوبیه بابا ولم کنی. من میان چه دارم رو برو ببینیم. وای این قافقار چیه؟ ببین یه خوک و انداخت پایین. وای منم بابا ولم کن حیوانای عوضی. برین اون وقت چی شد؟ شوخی این یعنی چاجی سوینه بابا یعنی چی؟ پدر سگ بودو. وای تو فکر کنم ریدم. یعنی چی؟ من 50,000 تومن دارم به تو پول دادم میدونی اصلا 3 بسته نه. حالا 3 بسته چی کنم؟ 3 بسته چسب بخرم چی؟ بچه ها نگاه کن از هر چیزی 2 تا نسازیم خواهشن. بابا آقا این از اون بدبختی هم 5-6 تا خواهی از بین رفت. بلاک خواهی از بین رفت. جان ببین اینو بسازم خیالم راحت شه. 9 تا
بابا غذا خوشمزه اینا رو نیا گو خوردن نیا بابا اینو نمیشه بندازن جلوشون یا جارو میخورن و اینو سالم و صحیحشون میدم نمیخوام بخورم یا بسم الله علی میجی من این آزمایش رو انجام بدم برو جواب گوسفنده این جارو رو بروش نشون بدم گوسفنده یه توف میکنه تو صورت نه گوسفنده گاوه یه توف میکنه تو صورت بالا بچه ما بیشتر ماینکرافت بازی شاید بکنیم تو این چنل و بازی های دیگه مثلا مثل بازی حالا هرچی حاجی من 3 تا گاو قارچی دارم این 4 تا گاو دارم خب این 4 تا گاو عوضی هم خب یعنی یه جا باید برشون بسازیم اولین کار که باید بکنیم چوب در آوردیم چوب دارم ولی چوبامون بیشترشون از دست این گاوا از دست دادیم مخصوصا از این گارچی که نمیدونم کدومه آجی بسونه جانمین آدامس جویده شدن بچه این لگه باید این رو بچسبیم به یه باید آجی اینه چیه دونه شاید دونه باشم بذار شخ میزنیم الان نه آجی گفت چاسچی میتونیم بسازیم نمیدونم نشمیدم بکنم بابا پخت و پز آجی بتونیم حداقل تورچ بسازیم خیلی خوبه تورچ بکنم بابا من ببین اگه یه سطل بالا به من بده خوبه آجی لب مرگم آجی این صندوقچه رو بذارم زمین فعلا پنه کندم این کوش بریدم تنین کرده ایشه آجی بازی کرش کرده نگاه اینو یه لحظه که پایین قلب نمیدونم چی نشه بسازم بذاریم اول که نگاه خیلی صندوق چون نمیده خب چقدر گل داره من بخونم یعنی ببین لج کرده با ما خدا چه لجی کرده با ما خدا تو لج کردی با ما خدا خب گرمیده باره که گلگیایی داره میده به اونا گلگیا ما دوست داریمش عاشقش از صدا خیلی خوبه خواهد شد نخواهد همونجاست کرسی پرتم میکنم متاسفانه با صدا خوانندگی من یه چه برای این بدبخت بچه ها نگاه بسته من این روزم سرمشه یه وقت میفتم میمیرم سقدر بازی من دورم بچه ها ما این ویدیو رو دارم فایل درست ساختیم کارت بچه ها من اول ویدیو تو گفتم من اصلا یادم از اون چنلی زدم اصلا مریض شدم برای پارت 3 موتا مفری ببخشید دیگه شما خب آجی نگاه اگه برسیم به لبلز بکنم تو پارت 2 بچه ها نگاه کنید پارت بختر خیلی خدای خفن استکنم باشه من باید چی؟ آجی چه وحش از نمیتونم بسازم نه بود توی این بازی به منطقه من نمیخوره خب استخ هم بسازم به دردم نمیخوره الان من یه سر یه چوسا هم ندارم خب من با اون یه چوسا هم یا باید آکواریوم بسازم گل گیاه بکنم اصلا سخت بازی خب من این شخم زن این اگه 7 دلاری به جاش بخوره عجیبه این موقع پس بره این موقع پس تو صندوقچه آجی موقع هم به درد فقط برای نمیخوام خب مشکل
ببازیم. نمیدونم الان ما تخم اینو داریم. خوب من که بدنم پاخه. اگه آهن رو بری آیرون برون روز کن چون آیرون کنه چرا تو پارتوی آهنده روتل بیار روتل بیار اصلا از این هر روز دیگه ها بیاد نباید آیرون گلم داشته باشه آیرون گلم کدوم گلیه